استاد پیرنیا 60 سال از عمرش رو صرف کرد که 5 اصل مفهومی معماری ایران رو معرفی کنه. اصولی که نباید از اونها برداشت سطحی داشت. اصل اول مردمواری بود که تمرکزش بر نیازهای اجتماعی انسان از فضا و روابط متقابل انسانی بود. اصل دوم درونگراییه که توجهش به حفظ حریمه و ریشه در خلق و خوی ایرانی داره. اصل بعدی پرهیز از بیهودگیه و زمانی میتونیم اون رو رعایت کنیم که اصلا بدونیم کار درست چی هست. اصل خودبسندگی هم اشاره داره به داشته های فرهنگی ایران و لزوما ربطی به مصالح نداره. اصل نیارش و پیمون هم با اندازه ها در ارتباطه که در این بین پیمون نظامیه که بین اجزا و اندازه ها وجود داره و حاصل تجربه و تسلط معمار به هندسه و تناسباته و نیارش هم فنون مرتبط با ایستاییه که هم ارز با هندسه است و مرتبط با کاربران فضاست. در نهایت میشه گفت هدف استاد پیرنیا مقابله با تقلید بی‌رویه از معماری غرب بود و سپر دفاعیش مفاهیم عمیق معماری سنتی ایران بود. او دریچه دانایی از معماری ایران رو به سمت معمار ایرانی باز کرد تا اونا بتونن آثار با هویتی خلق کنن.